سلام، خوش اومدی به این مدیتیشن. تو این مدیتیشن با استفاده از شمارش نفس تمرکز رو عمیق میکنیم روی لحظه حال. از افکار، از دنیای ذهن فاصله میگیریم و نزدیک میشیم به مرکز وجودمون. جایی که امنیت، آرامش و صلح ازش نشأت میگیره. جایی که همه خوشحالی زندگی تو اونه، تو لحظه حال. پس اگر آماده ای، هر کجا که هستی یه جای آروم و ساکت رو انتخاب کن. آروم بشین. متوجه دنیای اطرافت شو. با چشمای باز مرور کن چیزایی رو که میبینی. این بار با دقت، انگار برای بار اول. همینطور که داری این تصویر روبروت رو میبینی، توجه تو بیار به صداها. چشمای باز، دیدن و شنیدن. و حالا احساسایی توی بدن رو به این مجموعه اضافه کن. یه سری چیزا رو میبینی، یه سری چیزا رو میشنوی و یه سری هم حس تو بدنت هست. سرما، گرما، فشار. در حین انجام این تمرین شاید توجهت بره با افکار، ولی خیلی ساده. هر بار که متوجه شدی افکار توی ذهنتن، مجدد برگرد به یکی از این سه حس. یا با دقت به یه چیزی نگاه کن، یا توجهت رو بیار به صداها، و یا حواست توی بدنت رو فعال کن. نفس عمیق بکش، متوجه ورود هوا از بینی و با بازدم به آرومی چشماتو ببند. یه نفس عمیق دیگه دم، بازدم. رها کن هر چیزی رو که تو این لحظه بهش احتیاج نداری. فکر و خیال رو رها کن. آینده و گذشته رو رها کن. توجه ورود هوا دم و با بازدم پیشونی تو ریلکس کن. سر و صورت آروم. چشما و ماهیچه‌های کوچیک دور چشم ریلکس. شقیقه ها آروم. فک آزاد. زبون و گلو نرم و آروم. پوست سرتو حس کن. یه نفس عمیق دم. با بازدم موج ریلکسیشن رو از صورت عبور بده به گردن و شونه ها. شونه ها تو سنگین و لخت کن. رها کن بار سنگین افکار گذشته و آینده رو. بیا به این لحظه، همینجا تو بدنت. نفس عمیق دم. هوای تازه وارد و یه بازدم آروم و طولانی. سینه ریلکس، شکم نرم و آزاد. متوجه اعضا و جوارح درون شکم شو. بدن تو از تو به بیرون حس کن. و آخرین نفس عمیق، بزرگترین نفسی که امروز کشیدی،
دم. مکس. و با بازدم تمام بدنتو ریلکس کن. کم کم نفس رو رها کن. اگر کوتاه، اگر تنده، اگر کنده، هر طور که تو این لحظه هست فقط متوجهش. هوای سرد وارد بینی میشه، از سینه و شکم عبور میکنه و با بازدم از شکم، سینه و از بینی خارج میشه. نفس رو دنبال کن از ابتدای دم تا انتهای بازدم. کاملا طبیعیه اگر بعد از چند نفس متوجه میشی که توجهت با یه فکر و یا یه داستان رفته. هر موقع متوجه شدی، بدون قضاوت، بدون سرزنش، بدون تنبیه اون فکر رو رها کن و برگرد به احساس کردن نفس توی بدن. حس ساده بودن تو این لحظه. شمردن نفس یکی از بهترین روش‌های کمک به توجه و تمرکز در طول مدیتیشنه، مخصوصا وقتی که ذهنمون شلوغه. امروز نفس شماری رو با من به این شکل انجام بدیم. با هر بازدم 1 شماره میشماریم و به 10 میرسیم. به محض اینکه به 10 رسیدیم مجدد از 1 شروع میکنیم. هر موقع متوجه شدیم که شمارش از دستمون در رفته و درگیر یه فکر و خیال شدیم، دوباره از 1 شروع میکنیم. اصلا هم مهم نیست که چند بار به 10 برسیم. این تمرین مسابقه نیست، فقط یه تمرینه. شمارش نفس برای کمک به فاصله گرفتن از ذهن. پس همراه من شمردن نفس رو شروع کن. دم، بازدم، 1. دم، بازدم، 2. دم، بازدم، 3. 4.
اگر بعد از چند شمارش متوجه شدی که نفس از دستت در رفته و درگیر فکر و خیالی، خیلی ساده اون فکر رو رها کن و دوباره از 1 شروع کن به شمردن. لطفاً خسته نشو. این تمرین حتماً به تو کمک میکنه که تمرکز و توجهت رو تقویت کنی. فقط کافیه تکرار و استمرار داشته باشی. بدون اینکه خسته بشی، کلافه بشی، هر بار متوجه شدی که شمارش از دستت در رفته، دوباره صاف بشین، ستون فقرات ریلکس، سر و سینه آروم، صورت ریلکس، دوباره برگرد از 1 و شروع کن شمردن. هر بازدم 1 شماره. الان حواست کجاست؟ اگر همراه شمارش خیلی عالی، اگر نه فکر رو بذار زمین، داستان رو رها کن و برگرد به نفس. با این تکنیک ما در واقع به ذهن یک کار آسون تکراری برای انجام میدیم که کم کم خسته شه و آروم بگیره. منتها همونطور که گفتم تکرار و استمرار کلید کاره. پس یه بار دیگه داستان رو رها کن و برگرد به نفس. برای 1 دقیقه پایانی شمردن نفس رو رها کن. یه بار دیگه توجهت رو بیار به بدنت. صاف بشین، صورت ریلکس، شونه ها آروم. به آرومی همینطور که نفس میکشی 3 چیز رو که براش توی زندگیت امروز قدردانی رو به یاد بیار و بابتش حس قدردانی رو توی قلبت و توی وجودت به وجود بیار.
کم کم توجه تو برگردون به بدن، برگردون به نفس. توجه حضور تو این لحظه تو بدنت شو. نفس تو عمیق کن. دم، بازدم. مجدد توجه تو بیار به حواس توی بدن و صداهای محیط اطراف. و با بازدم بعدی به آرومی چشاتو باز کن. تصویری که پیش روته همون تصویری که قبل از مدیتیشن بود و دنیایی که در طول مدیتیشن باهاش ارتباط برقرار کردی همون دنیاییه که همیشه همراهت وجود داره. لطفاً ارتباطت رو با این دنیا قوی تر کن. از محل آرامش و سکون ذهنی میتونین تصمیمای بهتری بگیری. لطفاً برگرد به این مدیتیشن هر موقع که احتیاج به آرامش و سکون داشتی. ممنون که امروزم با من نفس کشیدی. تا مدیتیشن بعدی، ناماسته.